می‌فرماید فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اجل مهلت مرگ آمد یگان دقیقه ثانیه پیش تمام می‌شود آن وقت و امروز سبب جمع‌شوی ما شما در این مکان مقدس در این مکان معظم و خاطره جنازه مرحوم استاد همه ما شما و برادرمان از اینجا حضور داریم که در سنی 57 سالگی این کمالات عمر انسان است. این وقتی هست که تا این دم فرزندان را باور رسانید و فرزندان را صاحب علم و صاحب معرفت گردانید و بینید که برای جامعه و برای کشور خدمت نمود. اما وقتش بود که وقت ساعته یعنی راحت این را بیند. اما با تقدیر خداوند اجل ماند یگان دقیقه ثانیه پیش تمام می‌شود. پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند شما برای مرگ آماده باشید. یعنی هر شخصی یعنی برای من هر شخص صاحب علم و صاحب معرفت اگر خصوصا در طول زندگیش یعنی برای جامعه و برای کشور و برای اهل خاندان خدمت کرده باشد همان انسان یعنی هم در همین دنیا موفق هم در آخرت. یعنی همین گفته ها یعنی به همین برادر و مرحوم وابستگی کلا دارد که تا این هم خدمت کرد نام و نشان یعنی عمل خیر تا ابدالآباد باقی نماند. حالا میراث میگیم میراث خصوصا هر یکی ما و شما با چی است؟ با علم، با معرفت، با کسب، با عملهای خیر، با معامله نیک. انا همین گونه اگر عملها باشد اون هیچ وقت یعنی نامش یعنی از بین نمی رود. و در حق استاد اگر مساعدها سخن گویم کند پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند بعد ادای فرایض در قلب مؤمن و انسان خرسندیدن آوردن و یعنی سرودن آوردن این بهترین عمل است. با سخنها و با عملهایش قلب ما و شما را یعنی فرهمند نگهدارید. خدا رحمت و مغفرتش کند. و نشانه یک وقتش همین که عملها کرد و فرزندانی ندارند، فرزندان صالح دارند، خانه خود دارند و ببینید یار و رفیقان زیاده دارند. برای یک انسان اگر خصوصا صاحب علم و صاحب معرفت و صاحب ادب و صاحب تمیز باشد اگر روز شد اجل مهلت به آدمش فرود آمد ببینید که در همون جنازه یعنی نشانه نیکبختیش یعنی معین میشود عیان میشود. یعنی امروز ببینید که هزاران نفر هزارها دانشمندان هزارها نفرانی که یعنی با فرهنگ و معارف دین بستند و این را پیش برده ایستادند دیده ایستادیم از جمهوری تاجیکستان خصوصا از همه برادران همه این نیت‌های نیک همین برادر هست که می‌بینید هزارها استادان ماشون در این مکان حضور دارند و همه همدردی بیان می‌کنند. این هم نشانه یعنی عمل‌های خیر و نشانه نیکبختی هم مرحوم برادرمان هست. خداوند برای اهل خاندان برای فرزندانشان برای برادرانشان برای یار و رفیقان که از دور و نزدیک در این جنازه حضور دارند و قدم ماندن آمدن برای همگیشان یعنی خصوصا همدردی بیان میکنیم و یعنی همدردی بیان کردن هم این نیروی قوت برای اهل خاندان میشود. یک نفر میگوید اگر یک نزدیکش را از دست داد و ببینید تا آمدن مردم خیلی در قلبش یک چیز فکرها میگوید. وقتی که یار رفیقان آمدند و یعنی همدردی بیان کردن خیلی نیرو میگیرد خیلی قوت میگیرد. برای همین فرزندانشان خداوند صاحب جمیل مجد عظیم و از دانی خدام از تمامی اشتراک کنندگان از تمامی استادان و از تمامی یار و رفیقان و اهل خاندان و برادرانشان همدردی بیان میکنیم. خداوند صبر جمیل مجد عظیم عطا کند و از نام خدام از نام همگی فرزندان برادران همه خویش عزیزان یار و رفیقان و استادانی که از دور و نزدیک در جنازه مرحوم برادرمان حضور داریم همه شما را خیر مقدم میگیم و خداوند به سبب خدمت ما و شما یعنی سهو و خطاهای مرحوم استاد برادرمان و حسنات مبدل بگرداند و برای هر یک انسان دو حق حق الله و حق الاب. حق الله نماز روزه حج داری بود و بعد
از برادر ما استاد اگر سهو و خطا شده باشد خداوند به سبب دعای ما و شما همگی رو بخشد. انسان به سهو و خطا نمیشود. 5 دقیقه نماز میخونیم سهو و خطا هست، حج برید 10 بار و 20 بار سهو و خطا هست، فقط در حق همدیگر دعا بودن. اینم نشانه که ایمانداری هر یکی ما و شماست. و حق نبودا هر جای داشته باشن. این در اینجا فرزندان و برادران بسیار خوب دارن، خانه خوب دارن، فرزندانشون هستن، ان شاءالله با حضور شاهدان بیان ادا میکنن. باور دارم که قرضدار هم نیستن. و در اینجا حضرت بابا من حضور دارن، از نام حضرتم با اهل خاندانشون یعنی هم در دیبار میکنن، از نام محترم رئیس شهرمون در اینجا حضور دارن، از نام همگی یعنی فرزندان اهل خاندانشون هم در همدردی بیان میکنیم. در آخر دعا میکنیم که پروردگارا اولا خیر سفر مرحوم برادر ما خداوند سفرشون به خطر و قبرشون رو پر نور و منور بگردونید و در قبر جواب سوال منکر نکیر بر زبانشون آسان گردونید. پروردگار تینجی آرامی ثباتگی همون را مستحکم و پایدار نگه دارید و تینجی آرامی است که هر یک ما شما از دور و نزدیک برای جنازه در این مکان مقدس حضور دارید و تینجی آرامی است که هر یک ما شما 5 وقت نماز میخونید و تینجی آرامی است که هر یک ما شما برای آبادی برای پیشروی دین دولت سهم میگذاریم و تجارت و سایر کار میکنیم. همه واسه تینجی آرامی است. در خاندان هم که باشیم باید بالای همراه فرزندان بالای دسترخوان برای تینجی آرامی دعا باشیم و در حق پیشوای معظم ملتمون دعا هستیم. خداوند دعای ما تنسیت و سلامت و سربلند باشد و تمام خوشی‌های زندگی را خداوند برایش نصیب و می‌گرداند و دعا می‌کنیم که پروردگار مهر محبتی هم دیگر از زیاده گرداند. وقتی که مهر محبت در کدام مکانی باشد در اونجا فیض برکت است. وقتی که مهر محبت باشد در اون مکان خداوند با یک نظر رحمت می‌نگرد. باز هم دعا می‌کنیم که خداوند سفر برادرمون به خطر و خبرشون پر نور و منور بگرداند و هر یکی در اینجا قدم نهادن خداوند برایشون ثواب یعنی قراتین را نصیب گرداند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بنیاد باشید. تاجیک علاوه صنعت شیرینکاری و شیرین گفتاری و بسیار بالیده برداری دل مردم، بسیار صنعت یعنی تمام زهر زقومی که آدمیزاد از تمام رتبه‌ها کار میکند خسته میشود، لیکن علاءالدین جان با یک صحنه خوش خودش همه خستگی های انسانی را از قلب های آنها میربود. این با مردم همیشه شادی و خرسندی و شفا بخشی دوام میکرد و نه دیگر چیزی. امروز فکر میکنه که ما بسیار تلفات جدی داریم. روحشون شاد باشن، روحشون شاد باشن، آرام باشن. بس یکی از چهره‌های سرشناس کشور هنرمندی محبوب و دوست داشتنی که محبوب هر یک خاندان بود. استاد عزیز مقدادین عبدالله دنیای فانی را قدر کنم. خدمت و سهم استاد عزیز من در تربیه نسل نوجوان جوانان ساحه صنعت به نهایت بزرگ است. جوانان زیادی را تربیه کردن در این رشته. خانه خودتشان آباد بود، از خود چیزی گذاشتند، شاگردان رو تربیه کردند. بهترین من خود را خوشبخت‌ترین انسان حساب می‌کنم که من شاگردی چون یک شخصیتی هستم که امروز دنیا میشناسد ایشون را. روحشان شاد، خانه خودتشان آباد، صبر جمیل به تمام پیوندانشان تمام می‌کنم. خاطره نیک در نقش آمدگی را میتونه قصه کنی کوتاه؟ هر یک سخنیشون، هر یک رفتاری اونها یک خاطره است برای ما. معامله خوب، یک احترام بلند نسبت چی خود چی بزرگ داشتن، مثل کلان با شخصی یعنی که خود صحبت میکردن، رفیقی خیش میشمردن، جوانان رو شاگردان رو همچون رفیق همچون دوست معامله میکردن. بهترین این گونه انسان در تاریخ نمیشود و هزار سالها یک نفر این جای رو میگیرد که محض محبوب خلق بگردد. سلامت باشید. مصیبت اینا لله و اینا الیه راجعون برحمتک یا ارحم. شما دین
аловдин абдуллоев ҳунарпешаи саршиноси ҳажву театр ва синамои тоҷикистон, муаллиф ва бозингари нақшҳои саҳнаҳои сербинандаи телевизионии маъруфи шӯхиҳои аловдин дар синни 57-солагӣ даргузашт. хабари даргузашти ин ҳунарпешаи пуровозаро мақомҳои маҳаллии вилояти хатлон таъид карданд. یک نمایشنامه را با نام دختری خپر، عروسی خپر و در نمایش بعد آمد و بعد فکرش نسبت همون نمایشنامه گپ زد و اون بر صحبت او در همون نمایشنامه بود و از صحبت او همین خیلی صحبتی کرد که همون مثلا ابرازهای مرا مثلا چون پدر ابرازهای همون چون شهر داد و در دل او یک خصلت بسیار انسان دوستی بود. یک خصلت بسیار انسان دوستانه بود. دیگه اون کسی نمیخواست که برند جونه. همچون با هنرمند یک مناسبتی با عجایب داشت. با وجودی که خیلی هنرمند بود و هنرمند خوب میفهمید و بسیار ما چندین مسابقات با یک جا بازی کردیم، چند نمایشنامه یک جا بازی کردیم. من از آوانی که تئاتر اومدم علامه خوب میدونم، خوب میشناسم. او دیگه که اولیای فرهنگی و برای همین من گمان میکنم که امروز با بدرد من میگم در حقیقت که تلفات خیلی جدی کلونی صنعت هنری فرهنگ من تاجیک داده است، نه تاجیک بلکه آسیایی ما داده است. Assalamu alaikum.